سلام بچه، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه ویدیوی خفن. لطفا ویدیو رو تا آخر ببینید تا کامل یاد بگیرید. مشکل فیلتر شکم واسه کامپیوتر واسه هممون هست. حتی پیدا کردنش با اونم پیدا میکنی با سرعت نیست، خیلی سرعت کندی داره و امروز اومدیم با هم این مشکل رو کاملا حلش کنیم. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید. اگه به دردتون خورد به دوستاتونم حتما بفرستید، چون اینجا ایرانه و به درد هممون میخوره. خب بریم ببینیم چیکار باید بکنیم. خب بچه ها، من نمیخوام بهتون بگم که سایفون دانلود کنید، هاتسپاشیل دانلود کنید، یا فیلتر شکن پولی دانلود کنید و اینجور بگیره برو. من میخوام یه فیلتر شکن پرسرعت، رایگان و خیلی خیلی راحت و همیشه در دسترس باشه رو واسهتون معرفی کنم. بچه ها چجوری میشه تو ایران این کارو کرد؟ الان میدونید همگی تو گوشیامون فیلتر شکنهای خیلی زیادی داریم که خیلی با سرعت و خوبه. اگه هم ندارین، آیدی تلگراممو تو دیسکریپشن واسهتون میذارم، بهم پیام بدید. همیشه فیلتر شکنهای پرسرعت و بروز و واسهتون میفرستم. خب راه حلمون چجوریه بچه ها؟ اینجوریه که میخوایم فیلتر شکن گوشی رو وصلش کنیم به کامپیوتر. یعنی فیلتر شکن رو تو گوشی وصلش میکنیم به کامپیوتر بدون هیچ نگرانی. کل یوتیوب و همه چی دیگه باز میشه. خب چجوری انجام بدیم بچه ها؟ واسه این کار یه برنامه لازمه به اسم PDANet. دو تا ورژن داره بچه ها. یه ورژنش واسه کامپیوتره که باید نصبش کنید، یه ورژنش واسه اندرویده. نمیدونم شاید واسه iOS و اینا هم هست، ولی چون من خودم گوشیم اندرویده از این استفاده میکنم و خیلی خیلی راضیم و خیلی با سرعته. خب بچه ها الان چیکار کنیم؟ خب بچه ها میریم تو گوگل، می نویسیم PDA net for حالا ویندوز 10 یا مثلا ویندوز 7 داریم، فرقی نمیکنه. حالا for PC. خب نگاه کنیم بچه ها، نمیشه دانلود PDA net. روش کلیک که میکنید خب همچین صفحه ای باز میشه بچه ها. این واسه اندرویده که میتونید از همینجا دانلود کنید و بفرستید به گوشیتون، یا از گوگل پلی میتونید دانلود کنید. پلی استور ببخشید، پلی استور دانلود کنید و بریزید تو گوشیتون که فضای برنامه رم پایین صفحه واسهتون به نمایش میذارم که ببینید چجوریه. حالا یادتون میدم، نگران نباشید. بچه‌ها ورژن سومی رو دانلود میکنیم واسه ویندوز. فعلا نسخه 5.23 و 2 موجوده که تو سایت. این ورژن نیاز داره به کابل USB که گوشیتون رو وصل کنید به کامپیوتر، یا وای فای که اینترنتتون رو وصل کنه به کامپیوتر. خب شما که میگیم ما که با کابل میتونیم وصلش کنیم اینترنتمون رو به کامپیوتر. وقتی با کابل وصل میکنید بچه‌ها، فیلتر شکن نمیاره، فقط از نت گوشیتون استفاده میکنه کامپیوتر و تمام. ولی با این برنامه مثلا گوشیتون اگه هر اینترنتی یا هر آی پی که باهاش وصله دقیقا همونو میاد وصل میکنه به کامپیوتر. مثلا اگه فیلتر شکنی وصل باشه تو گوشیتون، همونو دقیقا میاره وصل میکنه به کامپیوترتون. خیلی کارو راحت میکنه واسهتون. خب بچه ها اینجا کلیک میکنیم و دانلودش میکنیم. حالا من دانلودش نمیکنم چون از قبل دانلود کردم. اگه نتونستید پیدا کنید من لینک دانلودش حتما تو دیسکریپشن قرار میدم. امیدوارم موفق باشید. خب بریم ادامه کار. بعد اینکه بچه اینو نصب کردیم یه آیکون میاد پایین صفحه به این شکل، این PDA نته. خب یه آیکون کوچولو میاد واسه PDA نته که راست کلیک میکنیم این گزینه ها رو داره، این گزینه ها رو داره. خب چیکار باید بکنیم؟
بریم که با گوشی نصبش کنیم و با هم دیگه یاد بگیریم. بهتون بگم چیکار باید بکنیم. خب بچه ها، بعد اینکه تیک اول تو برنامه زدیم تو گوشیمون، میام کامپیوتر، پایین قسمت آیکون ها PDA-Net رو پیدا میکنیم، روش راست کلیک میکنیم. خب گزینه ها رو میاره. اولین گزینه کانکته که من زدم الان نوشته دیسکانکت، یعنی بزنم غیر فعال میشه. به این صورت دوباره اینجوری میاد واسه شما. خب کانکت USB رو که زدید، برنامه شروع میکنه به پیدا کردن گوشی شما و کانکت میشه. خب الان گوشی من وصل شد به کامپیوتر. نتی که تو گوشی دارم الان با VPN وصله. الان بریم یوتیوب رو باز کنیم ببینیم باز میکنه یا نه. به این صورت خیلی با سرعت و خیلی خیلی خوب. خب اینم یوتیوبمون، اینم چنل من. خب بچه، حالا این فیلتر شکن معمولی بود که تو گوشی زدم با عجله. اون که پینگ پایین تری داره رو امتحان کنید. من خودمم اگه چند تا فیلتر شکن دارم، اونی که پینگ پایینی رو میده اونو وصل میکنم و با میام. خیلی راحت ویدیو آپلود میکنم، ویدیو میبینم، اینستاگرام، هر جایی که با کامپیوتر دلتون میخواد برید یا سایتی که فیلتر هست، میتونید راحت با این کار انجام بدید. اینم ویدیوهای منه که اگه به دردتون خورد حتما نگاه کنید و چنلمون رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم که تا اینجا تماشا کردین فیلم و امیدوارم به دردتون خورده باشه. به دوستاتون حتما بفرستین. چنل حتما سابسکرایب، کامنت، لایک و اینا یادتون نره. چنلمون حتما سابسکرایب کنید که در ادامه آموزش های خیلی جالب و کاربردی واسهتون میذارم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.